از یکم نوامبر در تمام مکتب‌های میانه تاجیکستان تعطیل تیرماهی آغاز می‌یابد. این تعطیل تا دهم نوامبر دوام می‌کند. خبرگزاری خاور با تکیه به مرکز مطبوعات وزارت معارف و علم تاجیکستان خبر داد که چهارشنبه یکم در تمام مؤسسه‌های تحصیلات عمومی 31 اکتبر جنبش گردیده خوانندگان به مدت 10 روز به تعطیل تیرماهی می‌برایند. تعطیل تیرماهی تنها به خوانندگان دخل داشته آموزگاران در این مدت به کارهای متدی و گذراندن مجلس‌های پدر و مادران، صحبت‌ها با والدین خوانندگان و چاره‌بینی‌های تعلیمی سفربر می‌شوند. به خوانندگان هم رویخط کتاب‌های توصیه داده می‌شود که در تعطیل تیرماهی آنها را باید مطالعه نمایند. همچنین در دوره تعطیل دوره یکم المپیاد داخلی مکتبی آغاز می‌گردد که خوانندگان فعال در آن اشتراک می‌کنند. المپیاد جمهوری مکتب بچگان باشد همسالت در تعطیل زمستانه گذرانیده می شود. از 25 سپتامبر سال 2018 با قرار حکومت سال تحصیل به 36 هفته تعلیمی و 4 چهارک تقسیم گردیده چهارک یکم از 1 سپتامبر تا 31 اکتبر، چهارک دوم از 11 نوامبر تا 31 دکامبر، چهارک سوم از 11 ژانویه تا 20 مارس و چهارک چهارم از 1 اپریل تا 1 میون ادامه می‌یابد. اینچنین تعطیل‌های تیرماهی 10 روز از 1 تا 10 نوامبر، تعطیل زمستانه 10 روز از 1 تا 10 ژانویه، تعطیل بهاری 7 روز از 25 تا 31 مارس و تعطیل تابستانه پس از انجام سال تحصیل و جنبست اتستاسیا تا 31 آگوست ادامه یافته. مشغولیت برای خوانندگان صنف‌های یک هفته پیش از انجام سال تحصیل به آخر میرسد. سال تحصیل قبلا تا 14 میلیون بود، ولی پرزیدنت امامعلی رحمان 1 سپتامبر سال روان ضمن سخنرانی در روز دانش در مراسم افتتاح گیمنازیای رقم 4 برای خوانندگان بالیاقت در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه امر داد که سال تحصیل را 1 میلیون جنبش کنند. لازم به یادآوری است که سالهای زیاد به سبب لیمیت شدید نیروی برق تعطیل تیرماهی و بهاری در مکتب‌های تاجیکستان برهم داده شد. به جای آنها خوانندگان را از 1 تا 31 ژانویه در عین اوج سردی و بی‌برقی 1 ماه تعطیل می‌دادند.